سال گذشته این ملت هر روز منتظر ازی بود که ببینه که امریکا میمونه یا میبره. فصل نو همکاری بین‌المللی ایجاد میشه. تمام تعهدات در قسمت حمایت جمهوریت به جای خود است. هر څوک بزی زده تللو نفر میده. دام کرد. وقتی که افغانان اتفاق کرده لویترین کارونه کرد. حمایت از قوای دفاعی و امنیتی ما یک واجبه میلیست. چیزی که در روابط ما با پاکستان فرق داره ایست که صلح و جنگ همزمان امکان پذیر باز نمیشه. زغوارم صلح. این فرصت بلا زیادترین فرصت است بر طالبان که جامعه افغانستانی نو. لکچر رئیس جمهور محمد اشرف غنی تحت عنوان فرصت تغییر بازی، خروج نیروهای ناتو و ایالات متحده آمریکا از افغانستان. امشب ساعت 8:30 از تلویزیون ملی و صفحات اجتماعی ارگ ریاست جمهوری.